سلامت کردم، مخلص همه شما موشکافم. آقا یادتونه گفتم این کش برجام به این سادگی ها جمع و جور نمیشه. بفرمایید. این بار رئیس مجلس وحوش یعنی لاریجانی خودش کش برجام رو دست گرفت و شروع کرد به کشیدن. رهبری معظم بود که با حمایت خود پایداری ملت را در مقابل این ستم غرب ساماندهی نمود و در مقطع فعلی هم با نقش هدایتگر و به موقع در هدایت مذاکرات چارچوب‌های روشنی را تعریف و در نهایت با تأیید خود و ضوابط مشخص در اجرا پرونده طولانی هسته‌ای را به سرانجام رساندند. مارمولک بدون عمامه یعنی همین. تو پوش تعریف و تمجید از ولی فقیه کل بار برجامو میندازه رو پالون عظما. حرف بیاستخونش هم اینه که آقا اول و وسط و آخر برجام خود خامنه است، هم تصمیم ساز بود هم تصمیم گیر. مسائل استراتژیک امنیت ملی کشور جایگاه طراحی و تصمیم سازی و تصمیم گیری و نهایتاً تأیید نهایی آن روشن و صرفاً با نظر رهبری قطعیت می‌یابد که نمونه آن موضوع هسته‌ای بود که در همین مسیر به ساحل تصمیم گیری نهایی رسید. بله، به این ترتیب لاریجانی جانی هرچی تو بیت خامنه از دلواپسا خورده بود رو یه جا تصفیه کرد و خطاب به همه تیغکشای عظما گفت که الکی دنب منو وسط نکشید، جای این داد و خالا برید ریش خود خامنه رو بچسبید که بدون اجازه اون آبم نمیتونستیم بخوریم، چه برسه به این که برجام تصویب کنیم. بله، اما دیده شده برخی قبل از اظهار نظر رهبری در این امر که موضوع هسته‌ای از اموراتی است که در دست رهبری باید به سرانجام برسد رد و آن را ظلم مضاعف دانستند، ولی نص قانون اساسی این امر را روشن می کند که پرونده هایی که در سطح شورای عالی امنیت ملی مطرح است جز با تصمیم نهایی رهبری قابل اجرا نیست. بعد از این سوری که لاریجانی جانی به ولی فقیه زد، نوبت به دلواپسا رسید که برن پشت تریبون و مشت و لگدای خودشونو نثار سر و صورت باند رقیب بکنن. اونا هم اول کش برجام کشیدن تا ببینن تا کجا کش میاد. امروز نیز ما به ازای هولوکاست غربی ها هولو برجام ساختند و لیست منتشر می کنند که اینان مخالف مذاکرات بودند، به یاد بسپارید و در انتخابات رأی ندهید. همه رو ول کن، هولو برجام بچسب. بدبخت ها از هر طرف که میرن میخورن به دیوار انتخابات و مصیبتی که پیش روشونه. اما ظاهرا کش برجام اجالتا فقط همینقدر کش می اومد، چون باقی دلواپسای مجلس وحوش بی خیال برجام شدن و رفتن تو خط دعواهای پسا برجام، یعنی پیله کردن به رابطه با آمریکا. بله. اگر کسی یا کسانی در کشور به دنبال تطهیر آمریکا و لاپوشانی جنایات و خیانت‌های آمریکا به ملت ایران باشند و بخواهند فرش قرمز برای آنان پهن کنند، عمدن یا سهوا خائن به ملت، کشور، امام و شهدا هستند. میدونید از چی میخندم؟ این بدبخت ها هر کدوم یه چماق برداشتن همینجوری تلق و طلوق دارن میزنن تو سر و کله هم دیگه. حواسشون هم نیست که این ضربه ها ته خط به ملاج خود ولی فقیه میخوره. شاید هم حواسشون هست اما چاره ای ندارن. حرف موشکافم اینه که بزنید تا میتونید تیشه به ریشه نظامتون بزنید که اینجوری کار ملتم راحت تر میشه. رفقا تا یه شب دیگه، خدا نگهدار شما.